به چنل آرسین کمیونیتی خوش آمدید. جدیدترین ویدیوهای خنده‌دار ایرانی و خارجی را می توانید در چنل یوتیوب ما آرسین کمیونیتی مشاهده بفرمایید. ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و اون رو با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. در ضمن سپاسگزار خواهیم بود با سابسکرایب کردن چنل. به این شکل ما رو برای ادامه کار و برای ارتقای چنل یاری رسانید. در ضمن نظرات ارزشمندتان در مورد هر ویدیو رو برای ما کامنت کنید. با سپاس. تلویزیون نگاه نکردم. آهان تلویزیون نگاه کرده. اون وقت چی ندیدی؟ 5 منهای 1. آها 5 به علاوه آهان فهمیدم چی میگم. نفهمیده چیه، کوچولوه دیگه. میگه چی دیدی تلویزیون؟ چی ندیدی؟ بارندگی زیاده، آب فراوون. یعنی بارندگی نداریم، برعکسشه دیگه. همه مردم صرفه جویی میکنن. آخ یه ذره واقعا صرفه جویی کنید. مرغ چقدر ارزون شده. حالا اون دیگه همه چی ارزون شده، سال به سال ارزون تر. نه دیگه، حالا اونا رو بعداً صحبت میکنیم دیگه. اینا رو داره راستشو میگه، یعنی چیز نیست. بعضی کشورها با هم صلح کردن، به سمت هم گل پرت میکنن، شک میزنن. من خواهش میکنم از وزارت سمت، از وزارت بازرگانی که روز یکشنبه هم تاکید کردم، این 4 ماه بذارید بازار یک ثبات داشته باشه. یعنی ما هرچه بنا بوده گرون بشه دیگه تو 99 گرون شده بله تعجبم داره. من عوض که برگردم بگم به این دوتا وزارت خونه که شما اصولاً گوه خوردید گرونی ایجاد کردید. من اگه نماینده 20 میلیون آدم بودم باید اینو میگفتم، ولی برگشتم با کمال وقاحت میگم اونی که باز گرون میشد دیگه شد دیگه. یعنی بالاخره شما از ما انتظار بالایی نداشته باشید. ما دیگه با ماهاج هاشمی و بالاخره بقیه دوستان از اول اومدیم تو این دم و دستگاه که گرونی ایجاد کنیم، ارزش پول ملی بیاد پایین، نفت راحت‌تر بره. گفتم ولی یه چند ماه هواخور بدید تا لاری جونی بیاد. چرا امروز بعضی از افراد جامعه ما نسبت به زندگی و آینده زندگیشون نگران هستن؟ مگر امروز تو این 1 ماه گذشته، تو این 3 ماه گذشته مگر جنس کم شده؟ مگر درآمد ما کم شده؟ ما در این 3 ماه درآمد ما کم نشده. درآمد ما این 3 ماه نسبت به 3 ماه پارسال حدود 50% اضافه شده و مخارج ما 44% اضافه شده. پس چرا نگرانی وجود داره؟ من به زبان ساده میگم سیاه‌نمایی آینده، میگم ترسوندن مردم، نگران کردن مردم نسبت به آینده. چرا ما نسبت به آینده نگران باشیم؟ دشمنان ما یه عده افرادی که آگاهی ندارن در داخل جامعه ما میخوان این نگرانی 3%، 4%، 5% تبدیل کنن به 100%. آب کم شده ولی دلار ما کم نشده. سفرهای نوروزی امسال رو مثال بزنم، دقیقا مثل یک باغی که یک نگهبانی داشت، بارها و بارها بلیت فروشی گذاشت به مردم آقا بیاین داخل این باغو ببینیم، پر از جذابیت هاست. بلیتش 5000 تومان، هیچ کی نمیومد. این باغ رو خلاصه ورودیش رایگان کرد. آقا بفرمایید داخل باغ. مردم ریختن داخل باغ و کلا داشتن گشت و گذار میکردن. یه دفعه گفت که الان وقتشه و 2 تا شیر و پلنگ و اینا رو ول کرد گرسنه توی این باغ. درهای خروجی رو بلیت گذاشت اون 100,000 تومان برای خروج. مردم الان مسافرت رفتن میخوان برگردن، تازه پیام و زیرنویس میبینن که یکی 1 میلیون تومان 500,000 تومان جریمه است، تا 24 ساعت وقت داریم و الان کلی ترافیک. اما ما الله
سبز سنبل دارم گل باغ دلمه حق آب و گلمه به باغ بون نمیگم گلم و ارزون میگم به باغ بون نمیگم گلم و ارزون میگم گلم و ارزون میگم به دختر گل خروش گل و ارزون نفروش مثل گل تموم بشه قیمت جان بخوروش آهای آهای گل دارم یه سبز سنبل دارم گل باغ دلمه حق آب و گلمه گلم و ارزون میدم به باغ بون نمیگم گلم و ارزون میدم به باغ بون نمیگم ما گلهای خندانیم فرزندان ایرانیم ما سرزمین خود را مانند جان می‌دانیم ما باید دانا باشیم هوشیار و بینا باشیم از بهر حفظ ایران باید توانا باشیم زوهامو به یک حباب بدم سیبی از شاخه حسرت بشینم بندازم تو سمون و تا بدم بندازم تو سمون و تا بدم گل ایوون بهار دل من یه بیابون لاله زار دل من گل ایوون بهار دل من یه بیابون لاله زار دل من آقا سعید به من گفتن که خلط دارم خیابانی نذار بخونم گفتم خلطت هم دوست داریم داداش استغفرالله دیدی که چه کردی حالا خودت دل و مردم عزیزم وقتی که دل با همون حرم باشه همین میشه که اگر مسیحی هستی مسیحی زندگی کن، اگر مسلمونی مسلمون زندگی کن، اگر اعتقادی داری اعتقادی مقدس، اعتقادی سالم، اعتقادی انسانساز، اعتقادی اخلاقی، پایبند اون اعتقاد باش. نه اینکه ما ادعا کنیم مسلمانیم ولی فقط فقه بازی میکنیم اخلاق کو. فقط تأکیدمون در اونه که اون ولدضالین و چند 6 تا آب کشیم ولی همین آدم مال مردم رو بخوره. فویل للمصلین، وای بر این نمازخونای بی اخلاق که خدا میگه پسترین طبقه جهنم جای اونهاست. اینا فقه پرستان بی اخلاق کمر دین رو شکستن. اینا از اون دوروهای میشن که رنج اعتقادی رو نمیپذیرن، ادابازی اعتقادی رو دوست دارن، نمایش اعتقادی رو دوست دارن. یعنی این اعتقادات جیبشون رو پر میکنه. دست نمیدی؟ نه اینجا ایرانه، اینجا باید پا بده. چیز نه یعنی انتخابات 24 خرداد ایران رو چطوری میبینید شما؟ به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیونی.